16 آگوست سال 2022 تخمین ساعت 2:30 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا پوچویف بارامجان سال تولدش 1979 ساکن نویه مشچو هنگام حرکت در روی ماشینگرد جماعت دیهات آبردان امین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد اسماعیل و مرزیه سال تولدش 1970 را که با امروی نبیره خردسالش اسماعیل زاده کبریا سال تولدش 2019 ساکن نویه مذکور اسرا میگذشت پخش نموده است. در نتیجه خردسال اسماعیل زاده جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و اسماعیل و باشد جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2022 مرد 28 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش درآمده از او یک عدد автомашین تمغه خوندای الانترا را به مبلغ 27000 دلار آمریکایی نرخ گذاری کرده گرفته автомашین را به دیگر شخص فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.